امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اومدم با یه ویدیو دیگه و یه سورپرایز جدید. سورپرایز قبلی نداشتیم ولی خب قبل از اینکه این ویدیو رو شروع کنم از دو نفر تشکر میکنم. یکی اینکه از اون عزیزی که لطف کردن و این کار قشنگ برای من انجام دادن، دوم اینکه اون یکی عزیزی که لحظه آخری دونیت زد خیلی خوشحالمون کرد. دم هر دوشون گرم. ویدیو رو تقدیم میکنم به اون دو نفر گرامی. این سری میخوام یه مود جدید رو امتحان کنم، در کنارش میخوام باهاتون صحبت کنم. برید من بهتون نشون بدم. بچه‌ها این سورپرایز جدیدمونه. دیدین این باسکله رو؟ معلوم نیست. تاف گرفتم. what the fuck شروع شده؟ چه؟ باید چیکار کنم؟ داستان چیه؟ چه افتادن؟ چیکار باید بکنم؟ داستان چیه؟ باید چه غلطی کنم؟ تو خدا. تفنگینم اونجا. خب من حاجه ایشو نمیبینم که. واقعا من حاجه ایشو نمیبینم. مردم که what the fuck. رو کردم وقتی اینکه نمیتونستم ببینم. خب صندلی رو از من گرفت. مردم. چرا این بازی اینطوریه؟ نه ولی حال میکنم توی خب این بپریم تو نمیپرین چیه؟ Disable lead crown Enable skydiving. نه همطور میپرم. کی به کیه؟ بذار بیام پایین. ولی میدونی چیه؟ بازی خوبه برای کسی که دستشو میخواد قوی کنه. یکی مثل من شل دسته مثلا میخواد چیز کنه خودشو تقویت کنه واسه گیم و اینا. انگری شوزم بهم اجازه نمیده که یه مچ دیگه برم. سگ خورد. بینی مامانم تو خوردم. بیسیک چیه؟ با اسنایپ میره. دیگه بس. دیگه نمیکشم. خواسته که نه حال کردیم دم اونی که اینو من فرستاد کرد. بذارید این موتامو بهتون نشونم. خیلی خوبه. یه دقیقه یه چیز دیگه نه با این دست یه دقیقه
مال استار وارزه؟ مگه نرفته بود در بازی؟ چیه؟ این دستکشه این چی؟ که آدم بودن؟ من خدای قبول دارین که این دستکشه رو که اضافه کردن باید وایم اضافه میکردن به آیتم شاپ حداقل. چون این دستکشه بکن دستکش وایه یا یه چیز شبیه اونه. به برحال اصلا نامردی بود دیگه با اونم اضافه میکنم. آره خلاصه که بچه ها اینو بهتون گفتم. بذار اتفاقا بکنم همینجا دارم یه دقیقه. چرا نمیتونم عوض کنم؟ بذار یه دقیقه وسط بازی آنده مدرک بازیگریمه باید لول کنم بکنم توی دیوار چون نتفلیکس بهم نقش تاپو با این نداد. از آموزش پرورش نوشته از آموزش پرورش ولی نمیدونم حالا از آموزش پرورش هست نیست. خلاصش این که نتفلیکس بهم نقش تاپو نداد این خبر نداد ولی ما هنوز امیدواریم چون که ما میدونیم قراره بعداً بهمون زنگ بزنن مثل هری پاتر بگن که چه حسی داری اگه بهت بگم تو بازیگر تاپ شدی. آره خلاص با این بریم دیگه این بیل بیلکه رو که داریم. بچه یه خبر بدم گفته بودم کاسپلی بعدی میخوام وای باشه از آرکین ناک نشدم. آره کلاگیسشو خریدم. اوه وقتی نگه میداره اینطوری میشه. به خدا من پلیر خوبی اما فقط چیه؟ یه آدم چرا فیرش شد خدا رو شد بات بود قطعا نوره قشنگ داره میخوره توی صورتم و نمیذاره که ببینم چقدر زن و برها بریم که پلیر پیدا کنیم که جای شروع شیلدم تازه نداشتم. خدا این نوره خیلی داره اذیت میکنه. ولی خب پوینت بازی اینه که تو با کوری بازی کنی دیگه همینش باله. آره خلاص چیه این بیل بیلکه یا نوره؟ چون یه دونه جام خالیه یه جا اضافه شده یه چیمو جا گذاشتن آها اونجا رفتن که
یکی از وسایل Are you gonna build fire or what, bro? چی؟ My God, dude! Actually, stop spamming. با منی؟ And actually, just play the game. What the fuck? What the fuck? خدایا من تو عمرم یه بچه 12 ساله تا حالا پارتی دارم مگه من پارتی ممبر خب من I literally hit you in the head with my bump. من نمیخوام توی این پارتی باشم من نمیخوام موسم کو کمک این چیه؟ چیو زدم؟ این چیه اصلا؟ چی کار دارم میکنم؟ Are you just immune to my pump shots? خفشو بیناموسا کی؟ کجا اومدی؟ من نمیخوام توی پارتی باشم کمک من نمیخوام با بچه ها بازی کنم اینا کیان؟ دیگه نمیکشم